سلام. It's a blue world alone. بالاخره رفتم میکروفون خریدم و الان دیگه صدام واضح میاد احتمالاً hopefully. زودتان سریع یه اینترو میدم. این ویدیو قراره که اسمش قهوه باشه. چرا قهوه؟ چون که من عاشق قهوه‌ام و جونم برای قهوه میره و تو این 7-8 روز گذشته 2 تا کافه خیلی خوب رفتم که ویدیوشو قرار ببینید در ادامه ویدیو. رول دارچین درست کردم، کیک تولد پسرمو درست کردم که هر دوتای اونا با قهوه واقعا ترکیب جالبی میشن. وسط یک شام سبک سالاد سزارم درست کردم که دیدم که حالا بذارم باشه، شاید کسی خواست بدونه که من چه شکلی سالاد سزار درست میکنم. TMI اضافه احساس میکنم، ولی از طرفم میتونیم که that's the whole point. وقتی که داری یه ویدیوی دیلی میذاری، ویکلی میذاری و زندگی روزانه‌تو نشون میدی، so technically باید تمام ابعادش رو نشون بدی. برای همین من سالاد سزار رو وسط تمام متعلقات قهوه اد کردم و اینطوری بودم که من همیشه شیرینی و اینجور چیزا نمیخورم. همین دیگه. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت ببرید و تا آخر ببینید. جالبه. تمام مراحل رول دارچین رو توضیح دادم. بازم TMI اضافه. احساس میکنم خیلی اوورشیر میکنم و برای اینطوری هم که دارم چیز خاصی هم نمیگم یا شیر نمیکنم، یعنی اینطوری هم که خیلی محتوای عادیه و محتوای زندگی منه در حال حاضر. ممکنه که در آینده hopefully واقعا امیدوارم که زندگیم هیجان انگیزتر بشه و چیز متفاوت تری بشه و شما فقط من تو چارچوب آشپزخونه نبینید، چون حقیقتا حوزه نیست که من خیلی دلم بخواد تمام مدت در موردش تولید محتوا کنم. همین دیگه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بوس بهتون. بای. بازیدم دارم تو را میرم و دیدم که مثلا آرومتر رو برو و لزومی به عجله نیست، زود میرسی. No worries. امروز دوباره از همون مستی با مزه که خلوت‌تر اومدم، اون خیلی صدای باد بیاد. بسیار کره کافه کره به من توجه کن. آره دیگه بگو چی داری میگی. خیلی داره با این دختر صحبت میکنه که شب جمع که دیگه بسته من مگه سر کاری قبلا صحبت میکنم. سزار
آیا میدونم که دارم چیکار میکنم؟ obviously نه، ولی قراره که تلاشمو بکنم که سینامون رول درست کنم. الان میخوام اون میکسچر که توش مخمر میریزیم رو درست کنم. 117 گرم. زیاد شد. 5 گرم که این حرفی رو ندار. این مخمره. ایشالله که مخمر برای همه چی باشه. چون زده که مخمر پیتزاست. من مخمر پیتزا و مخمر عادی چه فرقی میکنه، ولی خب تو توضیحاتش تبدیل میشه پیتزا. قبلش که پیتزا نیست. دیدین چه ریدمانی انجام دادم؟ بشیر رو گرم میکردم. یه دور دیگه تلاش میکنیم. اشکال نداره، هیچکی ندید چی شد. هیچکی نفهمید. الان دیگه شیر گرمه. 53.5 شکر. حالا ما 42 گرمه این کره رو که میشه نصفش رو میریزیم این تو. درست. بقیه‌اش هم اینو همینجور این ظرف خوبه میمونه که موقعی که من دارم شکر رو دارچینمش اضافه میکنم که بعد اون وسط بریزم تو همین یهو میکس میکنم دیگه، لزوم نداره که الکی ظرفی آدم کثیف کنم. تخم مرغ اضافه میکنم. الان اون مواد توش رو میخوام آماده کنم. میدونم از زوده ولی دارم آماده میکنم. بعد داداشم یوتیوب بهم کپی رایت میده. او نو، خیلی بیشتر شوگرش. پشمام. 112. اصل کار دارچین. حالا مرحله سخت هم زدن و ورز دادن. ران لیور کرانک. سطح میز رو آردی میکنیم. باشم. خیلی پف نکرد. ناراحتم. خیلی ناراحتم. موفق شدم که پخشش کنم تا حدی. قسمت سخت قضیه رول کردن. آیا من حال دارم که نخ بیارم همطوری قطعش کنم ببرم؟ قطعا نه. not bad. بهم امیدوار باشیم که خوب در میاد. بچه ها فکر کنم دیگه آماده است
یعنی وای اصلا نگم از زیباییش. اگه فکر کردید که من قراره که بذارم که این سرد شه بعد بخورم، کاملا در اشتباهی. اونقدر خوشمزه شد عکس یادم رفت بگیرم. نمونه کار بفرست برای دوستان حسودی شد. And you act like one too? صبحای روز یک شنبه. باز یه ذره آفتاب در اومد. من لباس کم پوشیدم دیگه زستن الان. لش نکنی.